سلام فقط چیزید من آرمزید ایکس بورد هستم و به چند شما خیلی خوش آمدید. برای بکس داخل میدونده باید خفن و شماره الیکشا رو هفته قرار بریم به الیکشا زنگ بزنیم. آقا ایزی بگم نهایت کامنت فوشش ببینید. این الکی و فکر این فقط کانتنته. من کانتنت والا داخل یوتیوب فارسی هم خارجی فارسی هم وجود نداره. شاید داشته باشه نمیدونم. کانتنت بچه این دیگه از خودم در آوردم قرار بسیم به یوتیوبر رو زنگ بزنیم با ادیت و اینا. این کانتنت داره کانتنت و شماره بگم من فقط قرار است کانتنت بزنم صدا گذاری نگم کانتنت بزنم. آره دیگه عشق من فقط بگم بریم ساقم اینجا خیلی خفن. همین هم درو لایک کنید چند با سابسکرایب بزن گوشم دین بزنید رو آل هر وقت می جای گوشتن نوتیفیکیشنشون بالای گوشید میاد کرد که آرمز ایکس بورد دوزمشو ویدیو جای گوشت و آره دیگه عشق کنید و برو بریم ساقم اینجا خیلی خفن. لیتس گو ویدیو برو بریم. من کانتنت آوردم بعد لالیک. خب بریم آقا به الیکشا زنگ بزنیم. بذارید شمارش این بود. اوکی بریم. الان سلام الیکشا. خوبی؟ چه خبر؟ من یکی از طرفانی که الیکشا فنها هستم و یکی از طرفداراتم. آره الان در ضبط ویدیو هستم و آره دیگه بلکه زنگ بزنیم و یک کانتنت ازت در بریم. آره دیگه الیکشا دست نبود داشت شماره تو بایشون نه با شما اصلا لو نمیدم خیال راحت باشه. خب دیگه چه خبر ها که الیکشا چرا خیلی دیر به ویدیوزه قبلا یکی 2-3 روزیه با یا 2-3 روزیه با خیلی فعالیت خوب بوده یا مثلا 8 روز ویدیو نشته بودی یک هفته خوردی ویدیو نشته درگیر اش کجا اتون راست درگیرم هست. آره یا خواستم بپرسم بعد چند سال دیگه هم بپرسم آقا الله سال دیگه آره چند سال دیگه بپرسم هدفت از اینکه یوتیوب رو شروع کنی چی بود؟ داشت هدفم شهرت درآمد شهرت علاقه داشتی. آره بعد یه سال دیگه بپرسم دیگه تمام کنم دیگه ویدیو بزنم صحبت هم تمام کنم. یه نکته بگو برای یوتیوبر تازه کنه. من 4 ماه یوتیوب شروع کردم تقریبا از 4 اسفند 2022 تا الان دارم یوتیوب فعالیت میکنم. چه پیشنهادی داری؟ پیشنهاد من اینه بچه ادامه بدین ناامید نشین. و همدلی ادا همین پیشنهاد اوکی داشت حل نکت ما رو عشقی داشت کانتنت تونستم ازت بسازم باش قربونه خدا الیکشا خدا. خب بچه این بود از این ویدیو. خب بچه این بود از این ویدیو و برای می کانتنت بسازم همین صدا گذاری بود در با ادیت خودم. نگید آره که این گفتم کانتنته و حتما داخل کامنت به چه یوتیوبر دیگه زنگ بزنم البته با ادیت این کانتنت را ادامه دهیم. بچه حمایت کنید و بچه اگه ویدیو بیشتر بزنم اگه لایک ها این ویدیو به بالای 5 تا یا 10 تا برسه یا هر چقدر که این ویدیو حمایت بشه به یوتیوب بعدی همینزم و اسم یوتیوب بعد داخل کامنت بگه. اگه نگفتی خودم یوتیوبری رو مد نظر میگیرم باش زنگ بزنم کانتنت ازش میسازم. حالا داخل کامنت به چه یوتیوبر دیگه زنگ بزنم و عشق کنید به همرش که میدونید سابسکرایب چنل اصلیتون نره و تا ویدیو دیگر فعلا پیس هاو.